نام زلیخا. ملیت مصری. اقدامات زدن مخ یوزارسی. شهرت در ایران خیلی. نام آتوسا. ملیت ایرانی. اقدامات همسر داریوش بزرگ و ملکه 28 کشور آسیایی. نام یانگوم. ملیت کره‌ای. اقدامات بانوی اول آشپزخانه. شهرت در ایران بسیار زیاد. نام ماندانا. ملیت ایرانی. اقدامات مادر کوروش بزرگ و سازنده اولین مدرسه برای کودکان در تاریخ ایران. شهرت در ایران 0. نام سوسانو. ملیت کره‌ای. اقدامات انداختن جمونگ و تسو به جان هم و در آخر ازدواج با برادر اوته. شهرت در ایران افسانه‌ای. نام آرتیمیس. اقدامات اولین و تنها بانوی دریا سالار تاریخ جهان. شهرت در ایران در حد اسم. نام بانو خرمدین. اقدامات همسر بابک خرمدین و 22 سال قیام در مقابل اعراب. شهرت در ایران ناشناخته. به راستی چه شد که زنان عرب و کره‌ای بدون هیچ هنر و اقدامی چنین در ایران به شهرت رسیدند و بانوان ایرانی به ورطه فراموشی سپرده شدند؟ لطفاً تا جایی که میتونین این مطلب رو همه جا پخش کنید و اگر به تاریخ و هویت ایرانی خودتون افتخار میکنید